معنای هجرت تأسیس دادن دولت اسلامی است، پایه‌گذاری اصل اسلامی است. به این معنی است، برای گریختن نیست. در این نوبت در بعضی روایات اومده است 82 مرد، اما در بعضی روایات دیگر حضرت عمار ابن یاسر هم همراه کردند با مهاجرا، گفتند 83 مرد و 18 زن عزم سفر حبشه اختیار کردند. خداوند نگهشو داشت. اگر چنده که مشرکای قریش به هر راه و وسیله میخواستند که صد مانع شوند، اما خداوند بسیار سفرشون قلعه گردانید که همین که به ساحل رسیدن به بندر، یک کشتی به دست عازم سفر حبشه، در همون کشتی نشستند، دیگه مشرکا اینا را دستگیر کردن نتوانستند. اما از قفا دو شخصی بسیار ماهر و کاردانه به نمایندگی فرستادند، یکی عمرو ابن عاص و دیگر عبدالله ابن ابی ربیعه. به نمایندگی فرستادن با تحفه ها، گفتن نزد نجاشی رو، نزد سرداری یعنی شاه حبشه و با او هدیه های ما را برسانید، خبر کنید که این قوم های ما هستند، اینا از آیین ما هم بیزارن، از آیین تا هم به هر راه و وسیله که نباشد اینا را پس بگردانید. ما خوف آن داریم که شمارشون زیاد می شود در حبشه. عمرو ابن عاص همراه عبدالله ابن ابی ربیعه به حبشه آمدند. قبل از او که با نجاشی ملاقات کردند، عمرو ابن عاص بسیار سیاستمدار بود. این زمانهای بود که حال اسلام نآورده بود. یک روز پیشتر با اسقف‌ها و پاتریارخ‌های نصرانی حبشه ملاقات کرد، با کسایی که با شاه نزدیکی داشتند. هدیه و تحفه ها شو داد، یعنی رشوه شو داد. اونا را هم قبول کردن، گفتن فردا وقت شما گپ زده ما هم پشتیبانی میکنیم. یعنی خرید یک گروهی را به طرف خود مایل ساخت. بعدا روز دیگر در مجلس نجاشی ادعا کردند. نجاشی را هم امر کرده بود همه 83 مرد همه در مجلس شرکت داشتند. گفتند که شاه این قوم های ما هستند، اینا بزرگا و با خردای ما را جاهل و نادان میگفتند، خداهای ما را طعنه میزدند، ناپسندی نسبت ما میکردند، دین دیانت پدر جد اجداد خیش رو فراموش کردند، با دین ایترام یگان ذره میل محبت ندارند. اینا یک دین نو اختراع کردند، ما رو پدرها و عمکها و خیش اقربای همین جوانا فرستادیان که تا قفا گردونده باز به حجاز بریمشون. از همین خاطر از تو خواهش میکنیم که پیشنهاد و التماس مردم مکه را رد نکنی. نجاشی بسیار شخصی خدا ترس خداجو بود. شخصی خدا ترس خداجو دو طرف مسئله را نپرسیده هیچ وقت حکم نمیکند. سوال کرد به مهاجرین، گفت چرا شما وطن خودتان ترک کردید به حبشه آمدید؟ از میان مهاجرین سرورشون جعفر ابن ابی طالب بود، اکای حضرت علی. جعفر ابن ابی طالب که با نام جعفر طیار رضی الله عنه مشهور است، از جاش خست. تصور کنه که پسر ابو طالب، پسر عمک محمد صلی الله علیه و سلم، اکای حضرت علی چه استعدادی داشت. همه استعداد اصلا استعداد خداوندی می شود، ازلی می شود، یعنی از نسل به نسل می گذرد. از پدر و مادر سفیه جاهل فرزند عالم کم میبروید. بعضی جاهلایی هستند که امکان خواندن نداشتند اما ذهن قوه حافظه قوی دارند، از اینا البته فرزندای دانشمند میبروید. اما او کسی که کند ذهن است، مادرم کند ذهن باشه و پدرم کند ذهن باشه، از این پدر و مادر دیگه چی توقع میکنی که فرزندی خوب و فرزندی صالح بروید؟ یک برادر قصه کرد، گفت یک معلم پدینستود پسرش آورد در نزد من گذاشت، گفت همین را با خط عربی با خط الفبای نیاگان آشنا کن. یک بچه همکورس با اون قصه کرد. 6 ماه میگه قطعش زن کردم، همین 28 حرف عربی را یاد گرفته نتونست. بعد گفت پدرش میگه شکایت کرد که تو چه خیلی را درسش دادی که هیچ را نمیدونه. گفتم که خفه نشه برادر جان، یا همین فرزند حلالی تو نیست یا تو در هم پیدا نیست، تو چه رسقتی کار کرده استی. این قدر کند ذهن
تو چه خیلی دت سنتی و فرزند دی قدر کم زین یا مثل اولادی مادرش رفت از مادرش هم خیلی کم زینای ایامی سه کار خولی نیست. جعفر هم فرزند ابو طالب است توخی با مسلمان شده است، خداوند هدایتش کرده است. از جاش خیز گفت شاها ما مردم گمراه بدیم، مردم کور و نابینا بدیم، از حقیقت دور، حق همدیگر را میخوردیم، بتهای سنگی را پرستش میکردیم، عبادت میکردیم. شاها گفت در میان مردم اهل کتاب زندگی میکنی، حالی پرستشی بت ندیدی که خون حیوان قربانی را میگیرن با در سر فوکیمون نعوذ بالله خداهاشو بشکن که او خون سیر شود. ما مردمی بودیم که مردار میخوردیم، حیوان مردگی را میگرفتیم و میخوردیم. همین مردار خود مرده در نزد نصرانی ها هم حرام است. در جهالت، در گمراهی پدر دختراش از زنده به زنده در گور میکرد و خداوند به حال ما ترحم کرد. نبی رحمت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را که از میان خود ماست، شرف نسبش نزد ما آشکار است، حقیقت گوییش نزد ما آشکار است، به پیغمبری مبعوث کرد و این پیغمبر چشمای ما را باز کرد، راه درست برای ما تعلیم داد. از جهالت، از جور، از ظلم، از حق همدیگر خوردن، از زیان و تعرض به همسایه بیچاره و عاجز ما را نگه داشت. ما خواهیم که طبق فرموده های خداوند عمل کنیم، فقط و فقط الله ذوالجلال عبادت کنیم. اما قوم های ما را نگذاشتند، خواستند که ایسر نو باز بدپرست شویم، باز آتش پرست و سنگ پرست شویم، باز حق مردم خور شویم، باز جاهل و ظالم گردیم، در صورتی که خداوند ما را از این منع کرده است. از این خاطر حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به ما توصیه کرد، گفت در ملک حبشه یک پادشاهی بسیار با عدل داد زندگی میکند، شخصی خدا ترس است و امید است که خدای تعالی او را هدایت میکند. از میان تمام پادشاهای عالم حبیب خدا تو را برگزید، گفت به ملک همو پادشاه روید، انشالله او نمیگذارد که ظالم دست ظلم تعرض و تعدی خود بالای سری مظلوم بلند کند. از همین خاطر مملکتی تو را اختیار کرده و اومده. گفت دین شما چی است؟ این مردکان میگن دین نو اختراع کرده اید، دین شما چی است؟ آیا از همون کتابی که به پیغمبرتان محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده است چیزی دارید؟ حضرت جعفر گفت بله و شروع کرد به خواندن سوره مریم. از هم آیه اولش کاف ها یا عین سین قاف، با چنان آواز زیبا و جلادار و گیرای خان که نجاشی و تمام اسقفایی که نشسته بودند بعضی هاش برشوه عمرو بن عاص خریده بود، چنان گریستند که نجاشی ریشش حتی میگه تر شد. وقتی که جعفر تلاوتش تمام کرد به عمرو بن عاص مراجعت کرد، گفت شما میخواهید که من همین بنده های خدا را، کسایی را که خدا یگانه را پرستش میکنن، به شما مشرک های ملعین پلوید تسلیم کنم؟ قسم به خدا گفت هرگز به مرادتون نمیرسه، بگیره طرفاتون گم شوه. گفت بسیار شرمنده و خجالت زده خفا گشتن، اما عمرو بن عاص دست بردار نبود. به رفیقش به عبدالله گفت فردا گفت یک پیشنهاد دیگر دارم، ولی یک مسئله دیگر را در بین میپرتم که از 100 جانشو یک جانشو خلاص نمیشود. عبدالله ابن ابی ربیعه گفت ترا به خدا قسم، او اگر چند در دین ما هم که نباشن، اینا قوم ما هستند، خیش اقربامون هستند، بیا نگوی سخنه. گفت نه، یک آرام باش، من نمیخواهم که سری پس از عهده کار نوبرآمده به وطن برگردیم. روز دیگر با صبح زود نزد نجاشی راه یافت، گفت برای خیر و معذور کردن اومده مکه. گفت شاها این مردم تو نمیدونی در حق عیسی پسر مریم بسیار سخنهای قبیح میگن، سخنهای ناشایسته و نادرست میگن. نجاشی وقتی این سخن شنید در اضطراب افتاد. عیسی علیه السلام پیغمبر خدا است، خاصتا که این مردم نصرانی اکثری کلش نعوذ بالله ایره خدا و پسر خدا میگویند. از این خاطر صداشو کرد، گفت بیارشون.
جعفر پیش قوم از قفا با در اومدن بیچاره، اندکی دهشت داشتن که چی واقعا شده باشد. نجاشی گفت شما در حق عیسی علیه السلام چی سخن میگویید؟ گفتن ما همون سخنی را میگیم که محمد صلی الله علیه و سلم از الله به ما رسانده است و خداوند متعال در حق پیغمبرش در حق عیسی گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته القاها الی مریم و روح منه فآمنوا بالله و رسوله. الآیه این از تجزی نیست که عیسی مسیح پیغمبر خداست و کلمه است که خداوند متعال در بطن بی مریم او را القا کرده است و روح است که خداوند او را خلقش کرده است. پس ایمان بیارید به الله و به پیغمبرای خدا. یعنی گفت عیسی را ما پیغمبر خدا میدانیم. عیسی مخلوق از مقصد نعوذ بالله خداوند فرزند نداره آخی، نعوذ بالله ما مخلوق خدا نمیگیم. وقتی این سخن گفت نجاشی یک مش در زمین زد با غضب و از زمین یک چوبی را برداشت. گفت قسم به خدا بین آن چیزی که نزد ما هست از عیسی علیه السلام و بین این توصیه و این توصیفی که در قرآن محمدی آمده است مقداری آن همین چوب حتی فرق نیست، تفاوت نیست. واقعا گفت عیسی علیه السلام پیغمبر خدا است. نصرانی ها ششته بودن، ملوهای نصرانی اگه از پاچو می ترسند به هر حال بینشو یک فشفش مشمششید. گفت قسم به خدا اگر حیحوی کنه اگر نعره هم که بزنه حقیقت حال همی است. شیخ محمد غزالی مصری او ابو حمید محمد غزالی نیست، یک معرخ بسیار بزرگ عصر 20 است. در کتاب معروفش فقه السیره وقتی همینجا چیز میکند شرح میدهد که در میان نصرانی ها طایفه های هستند که حضرت عیسی علیه السلام همچه پیغمبر خدا میدونن. یعنی او را فرزند خدا نمیگن، نعوذ بالله خدا نمیگن، بلکه همچه پیغمبر خدا قبول دارن. با نام عریسیان معروف و مشهور هستند این طایفه. و نجاشی یعنی همه از همه نیست، از همون طایفه بوده است، یعنی از همون کسایی بوده است که حضرت عیسی علیه السلام پیغمبر خدا میدونستند. من باره به فکرم برای شما گفته بودم در قطار این 4 کتاب انجیلی که امروز در میان مردم نصرانی معروف هستند، یک انجیل دیگری هم است با نام انجیل برنابه. این برنابه یکی از حواری های حضرت عیسی بود و بعضی از همین نسخه های همین کتاب موجود است که در اوجا نام محمد صلی الله علیه و سلم احمد نوشته شده است و در اوجا پیغمبر بدن عیسی علیه السلام صراحتا اومده است و در هیچ جاش نعوذ بالله حضرت عیسی را پسر خدا یا خدا نگفتن. از همه خاطر بین نجاشی و بین اسقفاش یک اختلاف بود و نجاشی وقتی که از قرآن شنید که عیسی علیه السلام پیغمبر خدا است گفت قسم به خدا او سخنی که عیسی گفته است و او سخنی که محمد میگوید بین اینا مقداری حتی همین چوب تفاوت نیست، هر دش یک هستند. و شخصی حق طلب بود، حق جو بود. از این خاطر بود که خدای تعالی این مرد صالح هدایت کرد و همین شخص مسلمان شد اگر چند محمد صلی الله علیه و سلم با چشم ندیده است. هم قومهاش کسای همراهش زندگی میکردن، از یک طبق همراهش نان میخوردن، بعضیش مسلمان نشدن، در شرک و کفر رفتن. اما نجاشی که پادشاه یک مملکت بود، نجاشی که با چشم سر محمد صلی الله علیه و سلم ندیده است، فقط وصف صفت او را شنیده بود، وقتی که خدای تعالی هدایتش کرد اسلام آورد. و نجاشی وقتی که وفات کرد حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم از مدینه منوره نماز جنازه خواند. مسلمانان را همه را صف گیراند و رو به جانب حبشه نماز جنازه نجاشی را حضرت صلی الله علیه و سلم خواند. از خدا رحمت و مغفرتش کنه. ببینید نجاشی اصلا شاه هم میگن، شاه در تاریخ افیوپیا تاریخ چندین هزار ساله داره. صدها و هزارهای خیلی نجاشی ها گذشتیان،
اما نام یکی از امونا از همه ابن ابجر در تاریخ ماند، به خاطر آنکه مورد هدایت خدا قرار گرفت و نسبت مسلمانان نسبت محمد صلی الله علیه و سلم راه عدل و عدالت پیش گرفت. این بود قصه مهاجرا. حضرت امام جعفر ابن ابو طالب رضی الله عنه مدت طولانی در حبشه زندگی کرد تا سال هفتم هجرت قریب مدت 15 سال در حبشه زندگی کرد. اکثر مهاجرا همراهش بودند. بسیار زندگی مرفه و خوشی داشتند و مسلمان ها هم جوان مردن. همه هر کسی مسلمان حقیقی باشه واقعا جوان مرد است. بار بین نجاشی و بین بعضی از قوم ها جنگ اختلاف واقع شد. همو اسقف هایی که نعوذ بالله دعوا میکردن که عیسی خداست یا عیسی علیه السلام پسر خداست، بر ضد نجاشی شورش ولوله برداشتن، مردم قایم ساختن. یعنی یک قیام مسلحانه شد و در همین جنگ 83 مرد مسلمان شمشیرها را گرفتند از جانب نجاشی بر ضد دشمنش جنگ کردند و خداوند غلبه را نصیب نجاشی گرداند و نجاشی را دید که در وقت تنگی یا جوان مرد بدیان دستگیری کردند. از همین خاطر تا آخرین لحظه دستگیری و کمک بی‌دریغ خود نسبت اونا جاری ساخته بود. خب اکنون میاییم مکه مکرمه. مسلمان ها الحمدلله جاهاشو نگرفتن. در مکه فقط شخصای ماندن مثل رسول الله صلی الله علیه و سلم که پشتیبان داشتن، سخت از اونا دفاع میکردن، یا شخصایی که بیچاره قدرت امکانیت هجرت کردن نداشتن، بعضیش غلام بدن امکان نداشتن، یا شخصایی که اسلام خودشون پنهان داشته بودن، کسی نمیدونست که اینا مسلمان هستند، دیگر کسی باقی نمونده بود. از این خاطر به هر راه و وسیله به حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فشار و تضییق ها زیاد شد. حضرت آشکارا نمازش میخواند، در نزد خانه کعبه می اومد و آشکارا نماز میخواند. اول شخصی که به مقابلش خست ابولهب عمکش بود. بیگانه ها جرأت نکردن، اما این بدسگال ابله فرزند عبدالمطلب بر ضد جیان خودش قیام کرد. ببینید بیگانه به بیگانه ندارد کاری، خویش است که در پی شکست خویش است. بابا افضل کاشانی میگه که بیگانه به بیگانه چی کار داره؟ همین خویش است که بعضی خویشای ناقص العقل هستند که در پی شکست، در پی شرمنده کردن خویش تبارک چو میبرند. ابولهب هر جا که حضرت صلی الله علیه و سلم میرفت از قفاش میرفت. وقتی که مردم دعوت اسلام میکرد این نعره میزد بدگهر تبلک، خداوند هلاکت کنه، تا اینکه خداوند غضبش جوش کرد و به حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم سوره تبت نازل کرد. تبت یدا ابی لهب و تب، هلاک شده دستی ابو لهب که بدبخت دستک زده و گپ میزد و هلاک بود خودی او، مثل همون بیوهای جنجالی ولی هر دستش خودی هم دستک زده گپ میزد از این بدگهری ابو لهب. هلاک شد هر دستی ابو لهب و هلاک شد خودی او، نه فرزنداش نه مال حال جمع آوردش دیگه به دادش نمیرسن. از هدایت خداوندی این بدگهر محروم شد. سیصلا نارا ذات لهب، زود است که در آتش جانسوز جهنم می اندازمش. و یکی دیگر از بدسگالایی که از خویش اقربای رسول الله صلی الله علیه و سلم بدن و نسبت او جور و ظلم روا می دیدن، زنی ابو لهب ام جمیل بود. نام این زنی بدگهر اروا است، اروا بنت حرب ابن امیه، خواهر ابو سفیان. زن ابو لهب در ظلم در جور از شوهری احمق کافرش ماندنی نداشت. همین قدر بیوه شطاح ابله بوده است که به شب خور جمع کرده است و در نزد دروازه پیغمبر صلی الله علیه و سلم خور میریخت که صبح وقتی حضرت برای خواندن نماز به مسجد بیاید پاهاش خونالود شوند. تا این درجه را احمقی را ببینه.
تا اینکه عاقبت الامر خداوند زن اونم در پهلوی شوهرش داخل کرد. و امرأته حمالة الحطب، هلاک شد زنش ام جمیل ملعونه که حزم کش است، یعنی حزم جنجال و فتنه را در بین مردم میکشه. بعضی از مفسرها متاسفانه وقتی ما تنگ است ما همه این تفسیرها را گفته نمیتونیم. بعضی از مفسرها میگن که این فردا روز قیامت در جهنم حزم در پشتارش میگیره میاره و آتش ابو جهل شوهرش، آتش ابو لهب با تستر سریعتر میکند. وقتی این بیوه شطح شنید آیه قرآن تلخش کفید، یک سنگ در دستش گرفت با جستجوی رسول الله صلی الله علیه و سلم به سوی خانه کعبه شتابان آمد از شدت غضب بدگهر موهای سرش مثل دمی خریزیشت آویزان صراخ کرد که محمد در کجا است؟ حضرت صلی الله علیه و سلم در پهلوی ابوبکر صدیق شیشت است. خداوند چشمی شطح کور کرده است، دیده نمیتونه. دعوا داره که یا ابوبکر دوستت محمد کجا است؟ من شنیدم که مرا طعنه و مذمت کرده است، به همین سنگ در دهنش میخواهم بزنم. حضرت خداوندی چشماش کور کرده است. با تهدید کرد که یا ابوبکر بر رفیقت بگو که منم آرام نمیستم، من هم شاعری با قوتم، من میتونم در جواب شعر بگم. از جمله همین شب گفت یک شعر اختراع کردم: مزمما عصینا و امره ابینا و دینه قلینا. مزمم گفته حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم این خونه سوخته ها طعنه میزدن. خداوند محمدش گفته است، اما این پدر سوخته ها مزممش میگفتن. محمد شخصی که شایسته حمد ثناست، اما مزمم شخصی که شایسته مذمت است. یعنی که مزمم ما عصیان کردیم، بر ضدش خیستیم و امر فرمان او را رد کردیم و بر ضد دینش دشمنی کردیم. ها گفت خبرش که من شاعری با قوتم. ای روت سیاه شاعرها مردن، تو شاعر شدی، ای کدام قور لحد پیدا شدی. از شعرش از سرایده های این زن کافره همین قدر در تاریخ مونده است، همین هم برای مذمت، برای حماقتش ثابت شدن. و خداوند متعال به سزای عملش این زن شطح رسان. در بعضی کتب اومده است در تفاسیر وقتی میگویند میخواست یک پشت حزمه از کوههای مکه به خونش بیارد، نخواست همو بندی حزم که از لیف خرما بود، از پوست خرما بافته شده بود، از دستش رها خورد و گلوگیرش کرد، خفش کرد، جا به جا زد، مرد. از این خاطر بود که خداوند پیشکی خبرش کرده: و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. این سخن خداوند به حکمت است. در گردنش گفت یک ریسمان است از لیف خرما، آنمو ریسمانی که از لیف خرما است، اخیر گلوگورش کرد، جا به جا مرد. هر کسی که بر ضد خدا، هر کسی بر ضد پیغمبر خدا و حبیب خدا، هر کسی بر ضد دین خدا، بر ضد کتاب خدا سخن گفته است، ان شاء الله خداوند در همین دنیا خوار و ذلیلش میگرداند. دیدن آن بند احمد رو رسد، بر گلوی بسته حبل من مسد. دی در پشت عیال بولهب تنگ حزم گفت حمال الحطب. اسم هر چیزی تو از دانا شنو، سر رمزی علم الاسما شنو. هر چیزی را که میخوایی از دانا بفهم، از نادان چی میفهمی؟ نزد موسی نام چوبش بود عصا، نزد خالق بود نامش اژدها. حضرت موسی در دستش چوب خیال بکرد که این عصا است برای نمو پوده را راندن. وقتی که خدای تعالی در قرآن پرسیدش که در دست چی است یا موسی، گفت هی عصایا اتوکل علیها و احش بها غنمی. پروردگار گفت این عصای من است که مانده شدم در همین تکیه میکنم و برای گوسپندکام برگای درختها را میریزانم که بخورم. اما خداوند میدانست که این اژدها است، در وقتی لازمی به اژدها مبدل میشود.
نزد موسی نام چوبش بود عصا، نزد خالق بود نامش اژدها. آنچه بود نزدیک ما نامش منی، نزد حق بودی تو کیندم با منی. اون چیزی که ما آبی منی گمانش میکردیم، حق سبحانه و تعالی علیه او را نقشه کشی کرده است، صورت کشیش کرده است. این همی جوان نازنین حاضر و ناظر که در مسجد در مقابل ما شیشته است، خداوند علیه صورت شکل ای را در هم داخل آبی منی علیه نقشه کشی کرده است. از این خاطر بود که خداوند گفت فی جیدها حبل من مسد، در گردن ام جمیل یک ریسمان است از بند خرما که اخیر الامر اجلش به همون ریسمان میتین، در آتش جهنم ابدالآباد میسوزند. پسر بزرگش او قدر به پدر تقلید نمیکرد عتبه، اما همه عتیبه فرزند خوردیش شوهر ام کلثوم بسیار پدر سوخته بود، بسیار پدر سگ بدسگال بود. بعد نازل شدن سوره و نجم، بعد از اون که حتی مشرکا هم در جذبه گرفتار شدند و سجده کردند، این پدر سگ بار نزد حضرت صلی الله علیه و سلم اومد، گفت محمد من با و نجم اذا هوا کافرم، نعوذ بالله. و نجم ای همه آیه یکمی سوره نجم است. من با صاحب ثم دنا فتدلا کافرم. آیتای سوره را یک یک میخونه و میگه من با صاحب همین کافرم، من با خدای همین نعوذ بالله کافرم. و از گریبان حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفت، نه حرمت خیش تباری کرد، نه حرمت خسری کرد که چندین مدت خسرش بداخی، نه حرمت قومداری کردی پدر سگ. در بعضی روایات اومده است که خواست بر روی پیغمبر صلی الله علیه و سلم توف کند، اما شمال بود، شمال توف شگردان در روی خودش زد. حضرت بسیار با تمکین بود، گفت پروردگارا یکی از سگان درگاه تا بالای همین مسلط کن که سگ بخرش ایرم، سگوار زندگی میکنه، پروردگارا لقمه سگت بگردانش. دعا کردن همو بوده، اجابت کردن خداوند متعال همو. دعای پیغمبرا بسیار مؤثر است. قسم به خدا اگر در حال غضب پیغمبر یا دوست خدا دعا کند، از بمب‌های اتمی دیده خرابی آورتر است. تا دل مرد خدا نامد به درد، هیچ قومی را خدا رسوا نکرد. بعد یک هفته به سفر بر اومدن به شام، به سفر تجاری. در راه می رفتند که در یک منطقه با نام زرقا ناخواست چشمشو به شیر افتاد، یک شیر بیابانی. عتیبه وقتی که شیر دید در دهشت غلطید، گفت قسم به خدا این همون دعایی است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حکم کرده است، اولی همین شیر مرا میدرونه. قدر تسلیتش دادن که اخی ما اسلحه داریم، چندین نفر هستیم، تو چی قدر میترسی؟ اما شب دیگه از ترس خوابش نمیبرد، در بین قوره گرفتن خوابش کردن، در گردش 2 حلقه مردم همیتا دور دور خواب، در بین قوره موندنش که تو نترس خواب کن. به امر پروردگار شبانه شیر اومد، از بالای مردم گذشت و همین بدگهر از موی سرش گرفته کشان برد. ایقا از پاش کشیدن که زورشانه رسید قوم، کشید بردش در بین بتها، در پیش چشم قومش کفاندش و خوردش. ای از سزای هر پدر سگ، هر پدر سوخته ای که زبان تعرض نسبت محمد صلی الله علیه و سلم بلند کرده است. و متاسفانه وقت تمام شد. انشالله هفته آینده از همین موضوعی که صحبت خدا قطع کردیم، باز صحبت آینده را ادامه خواهیم داد. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. پروردگارا در این ساعت که ساعت اجابت دعا هاست، در این مکان مقدس که خانه ایت است، در این روز سعید شریف که افضل سید جمیع ایام است، عاجزانه دعا میکنیم خداوندا دین مبین محمدی را خود محافظت کن، دشمنای این دین خار و ذلیل گردان، کسایی که بر ضد پیغمبر محبوبی تو سخن میگویند، کسایی که بر ضد قرآن عظیم شان کتاب مقدسی تو سخن میگویند، خداوند در همین دنیا خار و ذلیل شان گردان تا برای دشمنان دیگر نمونه عبرت باشند برحمتک یا ارحم الراحمین.
پروردگار سعادت دارین نصیب روزیش بگرداند. در حق برادرمو کرامت الله دائم شکایت میکنه که مورا در همون بینان جامو میرسه. اگر چنده که عیبی خود شیاخی اگر بر وقتر بیای انشالله در همین درون در صف اول هم جام یابه. دعا میکنیم که خداوند جمیع مراد و مقصوداش حاصل گرداند و خداوند مهر محبتی که دارد بازم بیشتر از زایی‌تر بسازد. در حق عمر جان عمری عبدالعزیز و برادراش و همکاراش دعا میکنیم که پروردگار مراد و مقصوداش حاصل گرداند و در کسب و کارش برکت عطا کند و روح پدرش شاد و مسرور گرداند. آمین. در حق مادر سراج الدین که مادر تمام جوانای همین محله قزاقخان است، دیروز از دنیا گذشته، به دعا میکنیم پروردگار رحمت مغفرتش کن و خداوند در جواری رحمت خویش مستقرش گردان. در حق دلشاد جان که در روسیه هست و همچنین در حق تمام برادرامو که در روسیه بعضیش به تعلیم مشغولن، بعضیش به کار و زندگی مشغول هستند، دعا میکنیم که خداوند از جمیع بلا و آفات نگهبانشو باش و سالم و غانم با آبرو و عزت بازگشتن براش و نصیب روزی گردان. یک برادر گفت است در حق اویله ما یک درس در اویله ما یک مشکلی هست، دعا کنید که خداوند از سرمون بردارد. پروردگار و جمیع مشکلات مسلمانان را حل گردان و خداوند مساعدت فرما که هیچ مسلمان به هیچ مشکلی مواجه شوند اما به خوبی حل شود تمام مشکلاتشون و پروردگار و جمیع مراد و مقصودامون حاصل گردن. اگر همین مشکلی ها نباشد بسیار مست میشیم بچه‌ها، باور کنید. اگر همین مشکلی ها نباشد، بعضی دشواری ها نباشد، بعضی پرابلم ها نباشد، باور کنید شاید آدمای پیدا شوند که نعوذ بالله مثل نمرود و فرعون دعوای خدایی کنند. این مشکلی ها حتمی هستند، در حیات همیشه میشوند، اما از خدا شما طلب کنید که مشکلی ها را به خوبی حل کند، زیرا بعضی مشکلی هایی هستند که سبب بلند شدن درجه و منزلت مسلمان میگردند. یک برادر گفته است در حق رسیه بودگی ها دعا کنید. دعا کردیم، بازم دعا میکنیم که خداوند از جمیع بلا و آفات ارضی و سماوی نگهبانشو باش و به نزد پدر و مادر زن فرزند بازگشتن براشون نصیب. الفاتحین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین.